به عنوان یه زبان آموز تا حالا اسم EDM به گوشت خورده؟ میخوایم ببینیم که EDM ها چی هستن. EDM is a group of words that has a special meaning that is different from the meaning of each separate word. یعنی چی؟ یعنی که EDM ها رو نباید لغت به لغت معنی کنیم. به صورت کلی با هم یک معنا دارن که گاهی اوقات هیچ ربطی به معنای جز به جز کلماتش نداره. تو فارسی هم ما خودمون داریم، بهش میگیم اصطلاح. مثلا وقتی میگیم کاسه ای زیر نیم کاسه است، آیا واقعا منظورمون اینه که کاسه ای زیر نیم کاسه است؟ نه، منظورمون اینه که یه چیز مشکوکی داره اتفاق میفته. دقیقاً همین چیزا رو در انگلیسی هم داریم و بهش میگیم EDM. یادگیری EDM ها بهتون کمک میکنه که بهتر صحبت کنین و بهتر هم متوجه بشین. و یکی از دلایلی که خیلی وقتا فیلم ها و سریال ها رو متوجه نمیشیم دقیقاً حضور همین EDM ها هست. مثلا اینو ببین، under the weather. under the weather. weather یعنی آب و هوا. اگه بخوایم لغت به لغت معنی کنیم میشه زیر آب و هوا که هیچ ربطی به معنای اصلیش نداره. under the weather means ill, sick. یعنی وقتی که شما ناخوش احوالین، حالتون خوب نیست. مثلا میتونی بگی last night I felt under the weather. یعنی دیشب حالم خوش نبود. یا مثلا when pigs fly. when pigs fly. تو فارسی شنیدی میگیم وقت گل نی؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت. اینم دقیقاً همینه، یعنی زمانی که خوک ها پرواز کنن، پس میشه هیچ وقت. مثلا دوستتون ازتون میپرسه که قراره به من پول قرض بدی و شما میگی when pigs fly، یعنی هیچ وقت. یا یه EDM رایج دیگه kick the bucket. kick the bucket. bucket به معنای سطل میشه. حالا kick the bucket یعنی سطل رو شوت کنی، ولی هیچ ربطی نداره. kick the bucket means die. For example, my friend's grandfather kicked the bucket. یعنی پدر بزرگ دوستم فوت کرد. Next one. I smell a rat. I smell a rat. یعنی که من بوی یک موش رو حس میکنم. اما این EDM رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم something is fishy. یعنی یه چیزی مشکوکه. یا به قول خودمون کاسه ای زیر نیم کاسه است. انقدر یادگیری EDM ها مهمه که من همیشه از همون سطح‌های ابتدایی EDM رو به بچه‌ها معرفی میکنم و تشویقشون میکنم که هر جلسه یک یا چند EDM با هم یاد بگیریم و اونا رو توی اسپیکینگمون استفاده کنیم. حالا تو قسمت کامنت ها به هم بگو که به نظرت این EDM یعنی چی؟